چرا هرچی زبان میخونم پیشرفت نمیکنم؟ روز اول از 5 روز 5 تا اشتباه مخرب که به احتمال زیاد داری انجامش میدی. اشتباه اول، نحوه لغت خوندنته. همه چی از اونجایی شروع میشه که یه دفتر داری به اسم دفتر لغت که موقع تدریس معلمت و یا درس خوندنت میای لغت ها رو توش مینویسی. اونم به این شکل که یه ستون لغت ها رو انگلیسی مینویسی و جلوش توی ستون دوم معنی فارسیشو مینویسی و میای به همین صورت میخونی که مثلا work کار و تازه خیلی میخوای باحال عمل کنی دستتو میذاری رو هر کدومش و از خودت سوال میپرسی. چی کار داری میکنی؟ این روش خیلی اشتباهه. دفتر بزرگ. روش درست اینه که لغت رو باید توی جمله بخونی و کنارش یک جمله هم بسازی که یاد بگیری. همونجور که مجموعه کتاب‌های فوق‌العاده عالی Oxford Word Skills این شکلی بهت درس میده که هم درسش و هم تمرینش با توجه به جمله ها و کاربرد. پس از این به بعد به جای که معنی فارسیشو بنویسی باید با اون کلمه یه جمله بسازی. این شکلی کامل یادت میمونه. اگر هم نمیدونی چجوری جمله بسازی از این 3 تا سایتی که میگم استفاده کن که روششو کامل توی کپشن برات توضیح دادم. کافی این اشتباه دیگه انجام ندی تا پیشرفت بکنی. تا فردا، بای.